اینجا دهه قرغانچه است. اینجا دریا را ساحل بندی کردند تا راه را از سیل‌های گه و ناگه نگه دارند. حتی اینجا قدی راه چراغک ها هم نصب کردند تا راه را همیشه روشن نگه دارند. اونجا پل نو هم ساخته و به استفاده دادند. این را حکومت جمهوری مبلغ جدا کرده بود. سال گذشته ساخته بود. این دریاچه این خیل دیوار برداشته بود. از سیل یک دیواری محافظتی ساختند که اکنون راه از شر سیل ایمن میماند. این ماشین کوهستانی ها، مردمی کوهستان با چنین ماشین ها بار و بانه خود را میکشانند و از مرکز رایان به این طرف می آورند. اینجا دهه قرغانچه. دشت ها رو میبینید. آنجا مردم غله میکارند، باغ دارند و با زراعت مشغول هستند. این درخت سنجید. اینجا این سمت نما участке انتخاباتی را معین میکند. یعنی سمت участке 27 انتخاباتی که شاید در مکتب باشد. اونجا کودک مشغول چهارمغز استعمال کردن. ما حالا از این پل نوی که ساختند میگذاریم. این دریا به سمت دریای خوجه پاک میرود. دریای نظری است و اونجا دریای سمت آلاچپان میاد و هر دو وصل میشن و به سمت دهی بالا نظری و قرغانچه میرن. اینجا میبینیم خرها رو سر دادن، خرها سیر دارن. اونجا دو گاو استراحت دارد. اینجا نظرم مسجد است، مسجد دهه.